هستم و اینجا گرین هاوسه. فکر میکنی چرا این آگرونما داره برگ زرد میکنه؟ آیا آبیاریاش نامنظم بوده، کم بوده، زیاد بوده، تابش نور خورشید براش زیاد بوده، درگیر بیماری قارچی شده؟ چه ایرادی داره؟ ببین توی این گلدون 3 تا غلاف ما داریم، هر 3 تا همین مشکل رو از طرفی سرشاخه ها توی رشد هستن، یعنی برگ جدید داره به ما میده هر 3 تا غلاف، و یه پاجوش کوچولو هم از این کنار به ما داده. بیا نکتهش رو برات بگم. وقتی گیاهت اولین برگ از پایین رو زرد میکنه، در واقع اون برگ رو از چرخه رشد خارج میکنه. حالا چرا این کارو میکنه؟ وقتی که گیاه ریشه پر میکنه، در واقع اون گلدون براش کوچیک میشه و ریشه ها جای رشد ندارن. از طرفی مواد غذایی و خاک داخل اون گلدون هم کم میشه و در اختیار ریشه قرار نمیگیره. در این حالت گیاه برای حفظ بقای خودش اولین برگ از پایین رو قربانی میکنه، مواد غذایی این برگ رو میگیره و انرژی لازم برای برگ‌های جوان رو تامین میکنه. توی این حالت شک نکن که باید گلدون و خاک رو عوض کنی. این حجم و سلامت ریشه مدیون یه خاک سبک، غنی، پرتخلخل با زهکش بالا هست. روزی که من این گیاهو کاشتم یه دونه غلاف بود، ولی به واسطه شرایط خوب و خاک خوب چند تا غلاف بهم داد و الانم یه دونه پاجوش جدید داده. از یه گلدون پلاستیکی که کفش پر سوراخ هست استفاده کردم، یه لایه سنگریزه کفش ریختم و مقداری از خاک تخصصی گرین هاوس و گیاهو به این گلدون منتقل کردم. نکته طلایی تعویض گلدون اینه که خاکو با دستت فشرده نکنی. چند تا ضربه به دیواره بزن تا منافذ پر بشه و با دستت اطراف دیواره ها رو فشار بده، ولی سطح خاک رو فشار نده. این برگ هایی که زرد شدن و قطعش نکن، اجازه بده که تمام انرژیشو منتقل کنه به سرشاخه و برگ‌های جوان. دومین نکته طلایی بحث تعویض گلدون آبیاری اوله. اول یه آبیاری انجام بده به صورتی که آب از زیر گلدونت خارج بشه. وقتی که خارج شد یه 10 دقیقه‌ای بهش استراحت بده که آب کامل در منافذ خاکت نفوذ کنه. دور دوم آبیاری انقدر آب بده که آب رو سطح خاکتو کامل بگیره و شروع کنه به حباب زدن. اینطوری بهت نشون میده که خاک کامل آبو دریافت کرده و گیاه سیراب شده. تو این تعویض گلدون من از قارچکش استفاده نکردم. گیاه برای رشدش به قارچ‌های مفیدم احتیاج داره. قارچکش هوشمند نیست که تشخیص بده چه قارچی مفیده و چه قارچی مضره، لذا میاد همه قارچ‌ها رو از بین میبره. بنابراین وقتی که گیاه شما سالمه دلیلی نداره که از قارچکش استفاده کنید. گیاه گرسنه ما منتقل شد به یه بستر غنی و مغذی و نهایتاً منم یه محلول پاشی با آمینو اسید همراه با تهویه هوا براش انجام میدم که یه ضد تنشه و آماده بشی که رشد خوبی داشته باشه.